داوری درجه بین المللی متخصص ورزیده تاجیک محمود عبداللویف در بازی‌های پنجم ساحلی آسیا سرداور مسابقه سامبو تعیین شده است. بهترین داوران آسیا در این مسابقه شرکت می‌ورزند و من به حیث سرداور در این مسابقات یعنی که داوری میکنم. محمود عبداللویف نه تنها در آسیا بلکه در عرصه جهانی معروف است. او را معاون اول رئیس شورای سامبوی آسیا و رئیس کمیسیون داوران قاره و عضو کمیته اجرایی فدراسیون بین المللی سامبو انتخاب کردند. در اول به حیث داور و بعدا در بسیار مسابقه‌ها با مانند چمپیونات جهان در بلغارستان، در گرجستان، در جمهوری لاتویا و در چندین مسابقات‌های جام جهان در بسیار کشورها و در بیشتری مسابقات در چمپیونات آسیا و مسابقات آسیا به حیث سرداور یعنی که فعالیت نمودم. محمود عبداللویف میگوید با وجود رشد سامبو در تاجیکستان در طول بیش از 40 سال کسی از پهلوانان تاجیک به مثل سید مومین رحیموف به عنوان قهرمان جهان مشرف نشده است. برای عنوان قهرمان جهان شدن هم باز زحمت و مهنت‌های زیاد طلب می‌کند و ما می‌دونیم که در همین واخری‌های نهایی که ورزشکاران ما شرکت داشتن راستگپ خودشون اعتراف می‌کنن که برای قهرمان شدن باید که دو چند سه چند مهنت کنند. محمود عبداللویف سردار شعبه ورزش کمیته ملی المپی تاجیکستان تلاش دارد که سامبو به برنامه بازی‌های المپی داخل شود. امروز ها حجت ها در کمیته بین المللی المپی برای اعتراف کردن سامبو همش آماده است و فکر میکنم که یک زینه یا دو زینه دیگر مونده است که امروز سامبو را ما میتوانیم که در بازی المپی بینیم. محمود از سلاله پهلوانان عبداللویف ها می باشد. گوشتی را از عمکش اسمت عبداللویف پایه‌گذار سامبو در تاجیکستان که شاگردان به مثل جهان پهلوان سید مومین رحیموف تربیت کرده است آموخته است. با انستیتوت تربیت جسمانی داخل شد. از همان روزی که داخل شد من یگان بارم به نزد یگان معلم رفتگیم نیست که سال ویژنی من هستی یا که دادر من هست که این رو اگزامیناش یا که همش به قوای خودش بسیار بچه با فعال و دانش خوبم داشت. محمود عبداللویف همچون پدر و بابا به تربیت فرزندان و نبیرگانش توجه زیاد ظاهر میکند.